تقابل پرسپولیس تهران استقلال خوزستان که از این لحظه بازی آغاز میشه. پرسپولیس میزبان در سمت راست، پرتاب از سمت راست، تو به یک سوم دفاعی پرسپولیس میاد، موقعیت خوب میره ایجاد بشه، یه حرکت فنی و در بیرون محوطه جریمه خطای کنانی زادگان اعلام میشه. حرکت فردی بازیکن تکنیکی استقلال خوزستان که میرفت موقعیت جدی رو ایجاد بکنه در دقایق ابتدایی بازی با خطای مدافع با تجربه سرخپوشان روبرو شد. علت خطا گرفتن چه بوده؟ با دست چپش ضربه ای رو گویا میزنه روی خط و شکل بازی رو بهتر دنبال بکنه. ببینیم چجوری ضربه رو میزنن به شکل مستقیم و توپی که به تور کنار دروازه پرسپولیس میخوره و به بیرون میره. پرسپولیس استقلال خوزستان رو نباید دست کم بگیرن. تیم با انگیزه ای، عرض کردم. اورونوف رو پاس عمری وارد محوطه جریمه میشه. اورونوف تکنیک بالایی داره، نمایشی پاس میده، میفرسته اون سم، باکیچ شوت میزنه، چقدر قشنگ میزنه. عالی بود حرکت پرسپولیسیا. تعویض منطقه بازی، اورونوف یه لایی میزنه، میاره تو عرض، بیفوما میکاره برای علیپور. علیپور توپو گم میکنه اما پشت سرش سروش رفیعی هست. حالا عمری، یه پاس، بیفوما، خطر روی دروازه استقلال خوزستان، توی دروازه سروش رفیعی. عالی بود کار تیمی پرسپولیسیا. یه لحظه آشفته، یه خط دفاعی و گل تقریبا باید بگیم زود هنگام 15مین دقیقه. پرسپولیس خودشو پیدا میکنه با این گل. چند بار این کار رو انجام دادن به شکل مختلف از چپ و راست و اسمار مربی خوشبخت این روزهای پرسپولیس در اولین حضورش بعد از مدت‌ها خوشحال از این روند. چه جایگیری خوبی داشت سروش رفیعی. خوشحالی هوادارهای پرسپولیس. چقدر خوب دید، چقدر خوب اضافه شد، علی‌رغم اینکه کیا مسیر توپ تشخیص داد اما ضربه جوری بود که مهارش سخت شد. این زاویه ببینید سرعت و دقت عمل بالای سروش رفیعی. حالا پرسپولیس رو پیش میندازه. استقلال خوزستان رو برمیگردونن. بیفوما یه پاس نمایشی، محمدی، علیپور جایگیری خوبی داره، اگر سانت بکنه میبره به کناره ها. حالا برای علیپور، زودتر از اینکه تو به علیپور برسه دفاع استقلال خوزستان برمیگردونه. یه لحظه اشتباه و کورنر برای پرسپولیس. یه مقدار ضریب پاسای اشتباه به نظرم بالاه. 1 و 2 موفق. اورونوف پوشش داره خط دفاع استقلال خوزستان. باکیچ کنترل میکنه، باز میخواد یه گل قشنگ بزنه. ضربه عالیه عمری، این بار مغلوب نمیشه محمد جواد کیا. پاس قشنگی هم داد. ضربات کورنر این بار مستقیم. باکیچ اشاره داره که برخوردی انجام شده و تعادلش برهم خورده. این برخورد و این صحنه بیشتر مورد بررسی قرار بگیره. اینجا یه لحظه باکیچ جدا میشه، زاویه دید خود داورم خوبه. نه، رد میشه. سروش رفیعی با زانو استاپ میکنه و برای باکیچ فکر میکنم نتونه. بله، چقدر نگران خواهند شد هوادارهای پرسپولیس. یه لحظه گفت تعویض، الان فکر کنم گفت نه. ببینیم تصمیم نهایی رو او میگیره یا کادر پزشکی پرسپولیس. بیفوما هم نگران این موضوعی که نکنه آفک موثرشون نتونه بازی رو ادامه بده. یا محمد خدابندلو کدوم رو آماده داره میکنه؟ فکر کنم سلک بود، ولی محمد خدابندلو هم قطعا میتونه تعویض خوب باشه برای پرسپولیس. میلاد سلک جای باکیچ رو میگیره. دو بازیکن خارجی پرسپولیسی که قبل از مسابقه گین مسابقه مجبور به ترک بازی شدن. بیفوما رو دستش هست. حالا برای بیفوما آفساید هست یا نه؟ موقعیت برای بیفوما، زاویه رو تنگ میکنه، پاس به عقب، مشابه گلی که زدن.
فضای خالی ایجاد شده خودش هم باورش نمیشه. حالا اون توپ اولی که به بیفوما رسید که تو آفساید بود یا نبودش به کنار، ولی اینجا ورزشگاه رو در شرط مطلوب قرار داد. اورونوف چیکار کرد؟ اومد جبران بکنه، عمری میزنه، برمیگرده تا علیپور بزنه و توپ اینجوری به بیرون بره. موقعیت‌های متعددی که پرسپولیس داره ایجاد میکنه، اما ضربات پایانی خوب نیست و توپا به بیرون میره. نیمه دوم بهتر بازی کرده اورونوف. سروش رفیعی به غیر از پیام نیازمند هر 10 بازیکن پرسپولیس تو زمین استقلال خوزستان هستن. علیپور میچرخه، دوباره واکنش محمد جواد کیا، فریاد میزنه به خاطر تعلل خط دفاع تیمش. اورونوف، بیفوما یه شوک میده به بازیکن مستقیمش، یه کورنر میگیره. اشتباه بازیکن استقلال خوزستان. اورونوف در تکاپو که بالاخره یه گل بزنه، حالا سر میخوره برای بیفوما، تک به تک میکنه. چقدر مکس و تعلل دارن بازیکنای پرسپولیس، دیگه چیکار میخواد بکنه اونجا اورونوف وقتی هم که تو از همه میگذره رو خط دفاع، برمیگردونه. پرچم بالا رفت، آفساید قبلش بیفوما بود. ولی چه صحنه عجیبی بود در محوطه جریمه استقلال خوزستان. صادقی از همونجا میفرسته، پوشش داره یا نه، ضربه سر رو زدن ولی به بیرون از چارچوب میره توپ. دوباره برمیگرده خود سروش رفیعی، پنالتی میگیره. چقدر قشنگ این کارو انجام داد. فکر میکنم حالا بهش صحنه رو مورد بازبینی هم قرار داد. اینکه اول توپو زد بعد پای سروش رفیعی توش بحث خواهد بود، شک نداشته باشید. بازیکن استقلال خوزستان هم همینو میگن. این صحنه که نمیشه واقعا نظر قطعی رو داد، هرچند نظر قطعی رو که اصلا من و شما نباید بدیم، آقای منصوریان باید اعلام بکنه. این ضربه برتری با کدام خواهد بود؟ میزنه و علی‌رغم اینکه به سمت توپ رفت، موفق محمد حسین کنانی زادگان نتیجه رو 2-0 میکنه. تا حد زیادی خیال هوادارهای پرسپولیس راحت بشه از این نتیجه. ضمن اینکه آبوش استقلال خوزستان داور رو احاطه کردن، خوشحالی روی سکوها. رشوه‌شاهی که حالا اونجا جو خاصی رو ایجاد کرده. اسمار تلاش بیشتری مطالبه میکنه، هنوز تعویض نکرده. نکته جالب توجه این دقایق هست. عرض کردم این زاویه گویای خیلی چیزا نبود. اون صحنه بعدش یک ارسال دیگه بیرون اومد کیا، حالا خدابندلو بیرون میرند. بلند، نیازمند، دوباره برگشت توپ. به نظر تو موقع آفساید قرار داشت. پرچم بالا میره، پرچم بالا رفته، توجهی نداره داور. حالا شاید متوجه بشه که شد آفساید هست یا نه. عمری اونجا فرصت برای علیپور، چه دروازه‌بانی کردین محمد جواد کیا. آفساید علیپور اعلام شد. براجه برای علیپور، ضربه سر علیپور. امیر محمد پور شیجانی رو به زمین میفرسته تا چند لحظه دیگه، تا در این 3-4 دقیقه هم فرصت بازی به او برسه. خداوندلو، علیپور تک به تک و گل سوم. آفساید هم دیگه اعلام نمیشه تا برد 3-0 پرسپولیس. خوشحالی اونها رو در شبی که مقابل استقلال خوزستان در هفته دهم قرار گرفتن کامل بکنه. یکی از پاس‌های تودر بالاخره جواب داد. چندین و چند بار این کارو تکرار کردند. درست 3 بار مغلوب شد اما انصافا خوب گلری کرد. و این شاید شکست هشداری بشه
به حمایت کنندگان مالی استقلال خوزستان که این تیم جوون رو با یک کادر فنی خوب حمایت بکنن. این وضع بخواد ادامه داشته باشه قطعا باید نگران آینده استقلال خوزستان شد. مسابقات هست. خدابندلو هنوز دست بردار نیستن. یه لحظه هم کمک داور رو هم زدن پشت محوطه جریمه و دیگه داور تا بیشتر این مسابقه مصدوم نداده از جمله همکارش. بازی رو پایانش اعلام میکنه. امیدوار هستم که در مجموع تماشای این مسابقه لذت برده باشید و با این امید که به این تیم‌های جوان و شایسته توجه بیشتری بشه و شاهد لیگ بهتر، پرشوتر و موفقیت انشالله تیم ملی فوتبال کشورمون باشیم. من به همراه همکارانم مستقر در ورزشگاه شهدای شهر قدس باهاتون خداحافظی میکنم. محمد احمدی و محسن خلیلی عزیز در استودیو هستن. اینم صحنه آخری که ببینید کمک داور بنده خدا با چه وضعیتی روبرو شد. خدا رو شکر بلند شد و این هم آخرین موقعیت بازی است که با هم میبینیم. سربلند باشید و موفق. شبتون بخیر. خدا نگهدار.